پینار خانم تو را یافتن دشوار بوده است. کیست تو؟ نمیدونم. شما کی هستید؟ شنیدم که مادرت را به حبس گرفتن. از من پول زیاد قرضدار است. نمیدونستم. چی خیل می شود؟ پرسیدنی آمدم که قرضها را کی پرداخت می کند. می فهمید خودتان مال هم جان است. جان است. من با مادرم صحبت میکنم، بعد به شما خبر میدهم. میلش؟ این مراتب تنها آمدم، مراتب دیگر تنها نمی آیم. دانستم آن آشکارا رو تهدید میکنه. گوش کن مرا، قرضداران مادرت رو برای واخوری به این خونه دعوت نکن. فهمیدی؟ میلش. من شما رو چگونه میابم؟ این رقم تلفنم. فهمو نام تو چی بود؟ کمال. نامم کمال، شوهر فریده کمال. کی؟ شوهر فریده گفتی؟ بله، من شوهر فریده کمال هستم. خانم پینار مرا میشناسد. دیگر فریده رو میگوید. دوگانه مادرم است. همین خیلی آقای کمال. من با مادرم مصلحت میکنم، بعد چگونه پرداخت کردن قرضش رو به شما میگویم. خانم نباید. مرحمت خانم جانم، مرحمت. بخیر است؟ آیا یگان گپ شده است این مرد کیست؟ او میگوید که شوهر فریده است. من باشم در تعجب افتاده. بایی چی گفتی؟ فریده. چی آیا در دنیا تنها یک فریده وجود دارد؟ برای مادر فرزندش یگانه است. ما یک فریده داریم. خاطر رسان میکنم که او گم شده است. خیر میلش، اجازه دید. به گمانم فهمیدید که من هزل و شوخی نمی کنم. خانم پینار، در حال پول قرضتان را پرداخت کنید، نباشد خودتان میدانید. خیر میلش، سلامت باشید. خدایا با من کمک کن. من کجا روم نمیدونم. قرضدارهای مادر در خانه ما چیکار میکنن؟ ها؟ برای چی سراغای خانه ما رو به اونها میدی؟ گوش کنید، من به کسی سراغ ندادم. چه خیلی افتادنش رو هم نمیدونم. قرضداران این خانم اومدن گیرم در این خانه اتان قطارک جمع میشوند. عاقبت همین خیل میشود. گفتم که من سراغ ندادم. خدایا گویا نمیدونسته است. گذارید خانم جانم، گذارید. من حالا چی کار کنم؟ از این آدم چه خیل نجات میفته باشم. باید از خانه برآمده این پولها رو گیرم. اما چه خیل. ادگونه یک دقیقه ایست. خدای تو بزنی عجیب است. اینجا بیا، من به تو یک چیز رو نشان میدهم. بیا. گذشته شی؟ انا بین.
انا ببین مادرت چی نوشته است؟ ببینم. ایست من خودم نشان میدهم. دختر جانکم وقتی بخوری همون آماده است. جزدامت را گرفته و باغچه بیا در آنجا منتظر تو میشوم. اوچت اوچت به نزدی من نیاید. بله. آخر من چخیر به آنجا روم؟ مرا گوش کن. حالا من بیبیت را به گپ میگیرم. تو باشی آهستک بر اومده میگوریزی. فهمیدی؟ فهمم. چک؟ باید از آغاز کار او را به خانه راه نمیدادید. بگذار فکر خودش رو خودش میکرد. مانده نباشید. با کجا می روید؟ آها کاری تو چی؟ دستشویی میروم. به تو حسابات دهم مگر؟ نه جانان خانم، این را در نظر نداشتم. از بیکار نشستن دلگیر شدم. خواستم به شما کمک کنم. نه لازم نیست به من. از پیش نظرم دورشنی کافی است. خدایا توبه، از دست تو کاری خیر نمی آیده. با من دهید میبرم. شما بسیار مانده شدید. من خودم میبرم، شما مانده شده. بیا. زودتر شو. نباید خانم؟ چرا دری بیرون کشوده است؟ در کشوده است؟ ها کشوده. خدایا توبه. در تو کشوده ای؟ نه. بخیر است خانم. دری بیرون کشوده؟ خودش چی گفت؟ در کشوده است که کشوده باشد. آمینه. 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 چی شد؟ آمینه در بالا نیست. چی؟ زودتر کنی زود باشه. دور نرفته او را یافته لازم. خانم نباید. بیا به این طرف میرویم. بیا به این طرف. خدا تو نمیرسه.
алло оғой камол 1 соат пас дар хонаи шумо мешавам пули хостаатро меорам фаҳмо боз ягон номақули дигар накунӣ такси ман амаки аҳмадро мепурсам шумо ба қаҳвахона даромада пурсед майлаш писарам чӣ نیست پسرم نیست الان آدمای اونجا بودن پرسید اونها از سحر باز در بیرونن بیا با اونجا برویم عجبا این دختر در کجا باشم آقای نیازی رومینه رو ندیدی؟ نه ندیدم مایلش بیا کنی باغچه رو بینیم مایلش رفت بیا این دختر در کجا باشد پدر لب ساحل رو هم بینیم میبینی پسرم ای احمق کنی را زودتر شیرین ایست تاکسی az kapı in ماشین را Mayla şaka. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, تو هم بیا با ما بازی کن. seni çok نه بازی نمیکنم. آجام اومده من رو میگیرم. منتظرشون هستم. خودت میدونی. yollarını gözlüyorum. پولی زیاد جمع کرده عزیزم. ای مادر شما تمامی کارخانه رو فریب کرده بودید. برای این کارتون زندانی میشن. با دقت باش ماشین را گم نکنی. خوب شده سکه. الو
تو اینقدر زنی بی مهارت بوده، یک زن را صاحبی کردن نتوانستی. با خدا قسم که بی من نیست. با کلتک مرا زد، هوشم رفت، به زمین افتیدم. مرا گوش کن. پینار پول را گرفته می آورد، نباید فهمد که فریده گریخته است. با او فهمم که بیمار است. مرا خوب گوش کن. اگر پول را گرفته نتوانی، این مراتب تو را پاره پاره می کنم، فهمو؟ خیر است؟ چرا همه شما در بیرونی؟ آمینه گم شده است، او را یافتن نمیتوانیم. چی؟ پدر از مردم گیرد را پرسیدی؟ از همه پرسان شدیم، نیست پسرم نیست. جای نممکن نگفته باشیم. کی از خانه برآمده بود؟ این کودک خودش تنها با کجا رفته باشه؟ مادر از عهده یک کودک برآمده نتوانسته. من گناهکارم، همین خلاف. بس کنید، یکدیگر را خفه نکنید. به امنیت میروید. لباسیتان را پوشید میروید. بله میرویم، زودتر باشید. میلش پسرم. زودتر. رفته یکان لباس پوشید. مادر زودتر شوید. آمدم پسرم. زودتر شوید گفتم. آمدیم. زودتر. میتوانم همینجا فرویم؟ اشکالی که خواهی. ایست گفتم بیا خانه رویم. خواهش میکنم مرا سرده. تو گفتم راه گرد حالت بد میشود. سرده برادر خانم را سرده. تو کاردار نشو، زنی خودم است. راست میگوید خانم، شوهرت میشود. نمیدونم. راه گرد زودتر راه گرد. برادر به تو گفتم خانم را سرده. تو شیخون چی کار کرده صدایی؟ گم نمیفهمی. گم نمیفهمی. کوشش نکنی مگر. زنی خوشه جون پیدا کن، در کجایید؟ خاله جان میبخشی ساعت چند شده است؟ نه ساعت ندارم. چقدر دخترکی زیبا هستی. تشکر. چی شد جونکم؟ ببخشید، گمان کردم که شما جمع هستید. آقای خیردین باز آمینه رو ندوزیده باشند. خدایا این خیلی نگویی. خانم یک دم خاموش است. خاموش نمیستم. آقای کمیسر التجا میکنم نبرم روی کوفته یا بی. هر کاری که لازم شود میکنیم. آرام شوید. آخر نمیتوانم. در حال با مقامات لازمی خبر دهند. خانه آقای خیردین و گرد اطراف آن را کافت کاب کنند. اطاعت کمیسرم. کمیسر از مقامات آدم خواستید، به شما یاری دهم. حالا لازم نیست کمیسر. اگر لازم شد به شما خبر میدهیم. فهمو.
падар, бародарам занг зад. Ман рафта каме гуфтгоб мекунам. Майлаш писарам. Шумо равед. мо ҳам бадтар меравем. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Anneciğim benim melek yüzüm. Çocuğun kucuğu. چرا گریه میکنی دخترک؟ کی دروغم کین کرد؟ оғои камол дар куҷост? ба ӯ занг зада гуфта будам ки меоям. як кори муҳим баромад, маҷбур шуд ки равад. гуфт ки хонум Пинор пулро ба дасти ту диҳад. пулро овардӣ? овардам. фарида дар куҷост? истироҳат дорад, каме хаста шудааст. кани ӯро бедор кун, ӯро дидан мехоҳам. не диданат хубтар аст. ҳар гоҳе ки ту омада равӣ асабонӣ шуда ҳамаро девона мекунад. ҳолаш хуб аст? бемор нашудааст? хуб аст. ҳозир. شیرین زنی را که به خونه‌تون قبول کردید او را دیدم. فهمیدم. فهمیدم. من به تو خبر میدم. رو. خواستم با وی صحبت کنم لیکن با من اعتبار ندادم. رفت. چی گفت؟ آن زن رفت گفت؟ فریده رفت؟ آیا رو آزاد کردید؟ این زنی دیوانه گریخته است. مرا با یک چوب کلان در پشتم زده بیهوش کرده گریخت. خیلی بود که میمودم انا بین هنگامی افتادن سرم کتید. آخر او با کجا میگریخته باشد؟ عقل فکر کردن رو ندارد. کمال در حال او رو مییابد. چرا با او اجازه رفتن دادید؟ او را به شما باور کرده تسلیم کردم. خدایا مرا گوش کن. چی کار میکنید نمیکنید؟ فریده رو مییابید، فهمو؟ تو رو نیابید، پول رو نمیدهم. پول را با شیرین دادی؟ چی خیل پول؟ تو مرا ساده فکر میکنی؟ فریده گریخته است. تو او را نیابی با تو پول نمیدهم. بس روخی موش هم در اومده باشد او را میابی. ای فریده، حالا میبینی با تو چی کار میکنم؟ خانم نباید آمینه رو یافتید؟ نه همسایه نیافتید. دعا میکنیم انشالله او رو میاد. انشالله. دادا یاسین آمینه رو نیافتید؟ نه نیافتم. تو خوب هستی؟ گویا که با قاری زمین در اومده باشه. اول کلینم بعد نبیرم.
چیکار میکنه چیکار؟ چرا در اینجا قرار ایستادم؟ من باید رفته دخترم رو کابم. به این هم زنم رو گم کردم، باز دخترم رو هم گم کنم. دیگر صبر و طاقت نمیکنم. شرف ایست. شرف ایست. اکا مرا سرده. شرف ایست. سرده مرا میگویم. با این خیر رفتارتان آمینه رو نمیوبیم. این مصیبت ها برای گناه های کرده اما به سرمان آمده است. من خطای بزرگ کردم. همین خیل نه؟ کنی گپ زنه؟ نباید. یاسین را گرفته با درون دارم. همه شما هم. من با شرف صحبت میکنم. بیا بخونم درون. با خودت راز زدن گناهایت پاک نمی شود. خطا کردن زیبنده انسان نیست، اما از راه خطا بازگشتن زیبنده بشریت می باشد. در عذاب گناه های کرده هم می سوزم پدر. اگر با دخترم یگان حادثه رخ دهد چی؟ با من یگان راه نشان دهد پدر. راه نجات این است که دیگر هرگز در حیاتت به گناه راه نمیدی. از گناهات دوری میجویی و بعدا راهی نیک را پیشه میکنی. تو اول نیتی توبه کردن را کن، پس میبینی که درهای خیر برایت باز میشود. دیر شد. بگو مانم مادرت نمی آید. شاید یکم کارش برآمده باشد. می آیند. آمده من رو میگیرند. حتی با من مکتوب نوشته بودند. دخترک از خونه که بدنت می لرزد گرسنه نباشی. بیا رفته یکم چیز می خوریم. نه، من منتظری های چند می شدم. بله کمیسر. مایلش. اگر یگون نویگری شود به شما خبر میدهیم. بله در حال. عکسش رو من خودم تیار میکنم. چی گفت؟ متاسفانه یگون خبر نیست. اکا عکسی آمینه لازم شده است. با آدمان امنیت رسمی او لازم. رسمش را داری؟ دارم. دخترکم در کجا باشه؟
یاسین جانی امکش کنی خوب فکر کن. آیا امینه به تو نگفته بود که به کجا می رود؟ نه نگفته بود. اما شاید با اپای پینور گفته باشد. کنی یک مرتبه از او پرسان شود؟ راست میگوید. پینور در کجا باشد؟ گاهی در اینجا پیدا می شود و گاهی در دیگر جا. با بهانه گفتگو به امینه گم شده رفت. خدا میداند که باز چه حیله دیگری دارد. اکا به او یک زنگ زنید. حاضر. الو پینار در کجایی؟ امینه رو یافتید؟ ای خدا من هم نیافتم. حاضر می آیم. میخواهم یک دو جای دیگر رو بینم. دیر شد. دیگر طاقت ایستادن رو نداری. بیا تو رو به خونتان میبرم. اگر روی خونت رو ندانی به خونه خودم میبرم. بیا رفتیم. بیا نترس. بله. ایست. او رو سرده چیکار میکنی؟ او رو با کجا میبری؟ یکون فکری بد نکن. من نیتی بد نکردم. جانکم خوب استی؟ من این خیل کارها رو زیاد دیدم. من وقتی او رو تنها دیدم گفتم بیا به خونت میبرم. کاری ثواب خواستم. از اینجا دور شو. حاضر پلیس رو جیغ میزنم. راو گفتم. آدم ها با قدر خوبی یاد نمیرسن. خدایا توبه. امینه خوب استی؟ مادرت آمد؟ گفته بود که اومدم میگیرم. شاید یکون کارش برآمده باشه. فردا حتما میآید. بیا به خونه میرویم. اما هرگز سیر و اسرارمون رو با خونگی ها گم نزن. میلش اگر تو رو پرسن بگو که آوره بازی شدم. فهمون؟ به شما که لازم. وای من کمی خون خوردم. به همین خاطر به اینجا در اومدم. نمیشود خانم. به بیرون برو. اینجا جای استراحت نیست. خواهش میکنم من به کسی ضرر نمیرسونم. نه بیرون برو دخترم. چم حالا باشد خواهرم رفت. پسرم انشالله که هر دویشون برمیگردن. بیا با تو خوراک کشم. بیا پسرم بیا. نمیخورم. میخوری پسرم میخوری. قلم و دفترهایتان رو به هر جا میپرتید. وقتی که معلمتون پرسد بد نمیابید. امینه؟ دخترکم تو در کجا بودی؟ خدایا در کجا بودی؟ امینه خوب هستی دخترم؟ امینه به اینجا بیا جانی امکش تو آغوش گیرم. در کجا بودی ها؟ کنی گپ زن. او رو از کجا یافتی؟ در بخچه مکتب بود. کودک بیچاره آواره بازی شده است. من در حال به امنیت خبر میگیرم. دختر جانی من اصلی امکش تو چی کار کردی؟ همه ما رو پریشان کردی. مکتب بود کودکی بیچاره آواره بازی شده است. جانکی من رحمت کنی اینجا بیا.
کنی وعده ده که دیگر اصلا پدرت رو تنها نمیگذارم. وعده میدیم. من بسیار گرسنه مادر. اوه گرسنه شدم. کنی زودتر باش کنه کنی. تشکر دخترم. چقدر که منتظری نکنم کم است. الله از تو راضی باشه. سلامت باشید. من وظیفه‌ام رو اجرا کردم. مهم این که او را یافتیم. تشکر مادر. با این پولها بسیار کارم رو حل میکنم. چرا با یگان کس خبر نداده از خانه تنها بر اومدی؟ بسیار زیق شدم. بازی کردن خواستم. تو دختری با عقل هستی. تا حال این خیل کار نکرده بودی. چرا با من خبر ندادی جانی پدر؟ او را بسیار بازپرسی نکن شرف. به این هم مانده شده است. خوراک تیاره. زود آمده خوراک دارو خوره. رم دختر جانم. خوراک تیار است. همه بسیار غمگین شدی ها یاسین جان؟ بله بسیار غمگین شدم. آخه شما همیشه جنجال میکردید. امک جون. بله راست میگویی. مایلش وعده میدیم که دیگر به او جنجال نمیکنم. بیا جانکم بیا. بیا شیرینکی من. اصلکم. پینار بیا دخترم با ما باش. خانم نباور یک طبقه دیگر بیار. پینار با ما خوراک میخوره. یه دفعه پینار در نزد منشینه. مایلش جانکم. خانم نباید ایست. زحمت نکش. طبقی مرا گیرد. نمیخوام نمیشود خانم جانم. نه من نمیخواهم در سر یک دسترخوان نشستن نیت خوراک خوردن ندارم. موقع دختری مرا به پرگی از خود کرده است. حالا باشد آنها را استفاده برده در چشم شما خودش را شیرین کرده. ببخشید اما من تحمل او را دیدن ندارم. Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benim dünyam.
tadı. مرحمت. تشکر دخترم. دستت درد نبیند. نوش جانتون. رحمت. سلامت باشید. من نمیخوام. من رفته کودک ها را خبر میگیرم. شام بخیر. شام بخیر. نرخ یک اتاق چند پول باشد؟ یک شب میستم. 30 لیره می شود. مایلش روزیم. حجتتان رو دهید؟ وای شناسنامه‌ام رو در خانه فراموش کردم. رقم شناسنامه‌تان رو نمیدونید؟ نمیدونم. نباشد در اینجا ایستادن نمیتوانید. عذر میخواهم. پیشنهاد شناسنامه شرط میباشد. امنیت در این موضوع جدی است. مراتبه دیگر این خیلی کار را نکن. فهمیدی؟ بسیار هم خطرناک می باشد. اما چرا شما چه ما را نمیخواهید؟ برای آن که ما را ترک کرده رفت؟ امینت تو چی ها میگویی؟ چرا ما مادری تو را نمیخواستیم؟ اگر نمیخواستیم او را جستجو نمیکردیم. انا بین در تمام جای رسمای او را آویزان کردیم. آچه هم از شما میترسد. مادرت از ما میترسد؟ امینا این خودش چی گفت؟ آخر تو از کجا میدونی که مادرت از ما میترسد؟ این رو با تو کی گفت؟ مادرت؟ زودتر به من جواب ده. چون که این بسیار هم موضوعی مهمه باشد. همون است کو؟ او گم شده بوده است. او را کفتکوب دارم. اگر تو بدونی که مادرت از ما میترسد، پس تو با مادرت وخورده ای. همه خیلی نه؟ پس از رفتن مادرت او را یگان مرتبه دیدی؟ کنی جانا که هم زودتر با همه کت گپ زن. هر چیزی که میدونی نقل کن. گپ زدن نمیتوانم. چه خیر گپ زدن نمیتوانی؟ آخر چرا گپ نمیزنی؟ آیا تو نمیخوایی که مادرت رو یابیم ها؟ آیا با ما کمک نمیکنی؟ اگر گپ هم زنم باور نمیکنی. با شما گفته بودم که او چند رو در بیمارخانه دیدم اما شما باور نکردید. گوش میکنم. شب خیر. من اوید اعلان زن گم شده زنگ میزنم. فریده فگیل. او رو دیدید؟ چی؟ با او گپ زدید؟ با من مکانتون رو گپ زنید؟ گیره دمک. فهمو می نویسم. بله نوشتم. در حال می آیم. امک اوچه هم رو یفتند؟ نه نیفتند اما او رو دیدند. کنی زودتر شوید. رفتیم. دادا اوچه هم رو یفتند. چی گفت؟ خودی حاضر از یک مهمانخانه به من زنگ زده گفتند که او رو دیدند. ای کاش انشالله. او را در کجا دیدم پسرم؟
дар тарафҳои балад дар меҳмонхонаи гувен. дар меҳмонхонаи назди балад? набояд ин қадар хурсандӣ кунем. шояд хабари додашуда хато бошад. зудтар шавед ака, меравем мебинем. меравем сар. ҷони амак, ҳамаи мо дар мошин ҷой намегирем. ту ин ҷо истода хоҳараро нигоҳ кун, фаҳмам? нигарон набошед.